بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. امروز سالگرد یک میلاد بی‌نظیر است، هم از حیث مولد بی‌نظیره، هم از حیث فرزند ولادت یافته، هم مولد و هم مولود. مولد کعبه است. در تاریخ ما چه کسی رو دیگر سراغ داریم که در خانه خدا در کعبه متولد شده باشه؟ مولود علی مرتضی سلام الله علیه است که درباره ایشون چند جمله بعداً عرض خواهم کرد. بنابراین از لحاظ ولادت این بزرگوار روز 13 رجب یک روز استثنایی و بی‌نظیره.